بشه تیتر روزنامه و انتشار پیدا بمان تو کادره. هنوز این صحنه برنامه ما بیرون نیومده. همین الان برنامه تموم شده. چی داری یادگاری میبری از ما اصلا؟ یادگاری یه پیام آزادی که میشه از جهنم اعتیاد، از اسارت اعتیاد رهایی پیدا کرد. من فقط خدا رو شکر میکنم که تو این جایگاه قرار گرفتم، تونستم یه باور باشم، یه پیام باشم برای خانواده ها، همدردای خوبم. فقط خدا رو شکر میکنم. اینو کجا میذارید آقا قرآن؟ کجای خونتون میذارید؟ واقعا جلوی چشمم همیشه داریم. جلوی تلویزیون، چون همیشه تلویزیون نگاه میکنیم، همیشه جلوی چشمم باشه. فکر که یه روز خود مهمونه این برنامه دخترم میگفت SMS دادم با آقای علی خانی که پدر منو دعوت کنید به عنوان یه پیام، یه باور.